سلام دوستان، خوش اومدید به یک آموزش دیگه، آموزش VPN ویتری با منبع رایگان. وارد کانال لینک زیر که بشید وارد یک کانال میشید و تو کانال نوشته vturate.zip. اون فایل رو دانلود میکنید و وقتی دانلود کردید درگ میکنید به دسکتاپتون یا هر جایی که میخواید. بعد اکسترکتش میکنید، یعنی از زیپ درش میاریم. این فایل رو میکشیم، برمیداریم، میندازیم به دسکتاپ یا هر جایی که میخوایم بره. بعد یا هم میتونیم راست کلیک کنیم، بعد اکسترکت آل رو بزنیم و همون کارو میکنیم، همون جایی که زیپ هست واردش میشه. وارد برنامه میشیم، بعد میریم قسمتی که اون آیکون آبی رو ببینیم. وقتی دیدیم یه بار رانو میزنیم، یه بار که رانو میزنیم سمت راست پایین یه دونه دفعه اول که وارد میشید برنامه به زبان چینیه و بعد آیکون این علامت ترجمه بزنید هلپ. البته شما که هلپ نوشته نمیشه، چینی مینویسید. روش یه بار کلیک میکنید، بعد انگلیش رو اینجا انتخاب میکنید، لنگویج انگلیش. و وقتی انتخاب کردید، یک بار که انتخاب کردید، بعد از برنامه بیاید بیرون. حالا چطور این یکی چینی، این انگلیسیه. حالا چطور میتونیم از برنامه بیایم بیرون؟ ما یک بار از برنامه میایم بیرون، از بالا ضرب نه، این پایین آیکون قرمز رو راست کلیک میکنیم، اگزیت رو میزنیم، بعد از برنامه خارج میشیم، بعد دوباره وارد برنامه میشیم. وقتی وارد برنامه میشین دوباره ران کنید، برنامه به زبان انگلیسی تغییر میکنه. حالا ما سورس کد کانفیگ میخوایم. سورس کد چی؟ حالا ما کانفیگ میخوایم برای اینکه از VPN ها استفاده کنیم. اگه کانفیگ رایگان میخواید، یه چنل دارم، من که ندارم، یه چنل وجود داره که سورس های خیلی خوبی میده و من خودم از اینجا استفاده میکنم. و شروع میکنیم به کانفیگ هایی که همچین کد مانندی دارن رو یکی یکی سلکت میکنیم. بعد الان اینجا ببینید از اون کد ها داره، اینا هر کدوم یه دونه VPN یکی یکی انتخاب میکنیم. مثلا 5 تا برای من کافیه. بعد راست کلیک رو میزنیم، کپی سلکت از تکست میزنیم، بعد میایم اینجا، میایم همون روی صفحه راست کلیک میکنیم. وقتی راست کلیک کردیم import bulk url from clipboard میزنیم، یا میتونیم کنترل وی رو بزنیم روی صفحه. وقتی زدیم چند تا VPN استخراج میشه و وارد VPN هامون میشه. بعد که وارد VPN هامون شد، ما میتونیم با استفاده از راست کلیک میکنیم، بعد تست سرور ریل دیلی رو بزنه. اینجا میگه که هیچ کدوم انتخاب نکردی، یعنی ما بدون اینکه انتخاب کنیم زدیم تست کنه، که اینطوری نمیشه. بعد کانفیگ رو اونایی که میخوایم تست کنیم انتخاب کنیم. ما چون میخوایم همش تست کنیم، کنترل آر رو میزنیم تا همش انتخاب بشه، بعد میزنیم کنترل آر تا تست کنه یکی این VPN ها رو. بعد وقتی تست کرد، اونایی که خوبه بغلش یک شماره عدد نوشته و اونایی که خوب نیست یا ارور نوشته یا زده تایم اوت یه چیزی می نویسه که به غیر از شماره است. الان اینایی که بالا میبینید اینا واقعیه و کار میکنه، و اونایی که هر چقدر عددش کوچیک باشه، یعنی 200 از 800 سرعتش بیشتر، هر چقدر عددش کمتر باشه یعنی سرعتش بیشتر. حالا اگه بخوام ما اینو مرتب بندی کنیم که بر اساس سرعت بیشتر به سرعت کمتر بشه، اون بالا یه دکمه از تست ریزالت، اونو بزنیم. وقتی بذارید اول یکی تست کنه، تموم کنه، همش یه استخراج کرد، بعد میاید بالای تست ریزالت رو میزنید تا از کوچیک به بزرگ تنظیم بشه. یه بار دیگه بزنید برعکس میشه. ما چون میخوایم از کوچیک به بزرگ تنظیم بشه، الان کوچیکترین حالتش 19. خب اینو انتخاب میکنم، یه دونه کلیک میکنید روش، بعد اینتر رو میزنید. اینتر رو نزنید روش کار نمیکنه، فقط کلیک کردن روش انتخاب نمیشه. وقتی انتخاب کردید یه بار دیگه اینتر هم میزنید تا انتخاب بشه. بعد میریم تستش کنیم، میریم یوتیوب ببینیم باز میکنه یا نه. میبینیم نه، باز نکرد. یکی دیگر رو تست میکنیم، یک راست کلیک نباشید، یک کلیک میکنیم، بعد اینتر رو میزنیم. منتظر میمونیم ببینیم کار میکنه یا نه. یه ریلود میکنیم، بله کار کرد، کاملا کار میکنه. یه بار دیگه تست میکنیم، کلیک میکنیم، اینتر رو میزنیم تا VPN انتخاب بشه.
بعد میریم یوتیوب که تست کنیم ببینیم واقعا وی پی ان کار میکنه. بله بدون مشکل، سرعتش هم خوبه. این کانفیگ ها همشون کاملا رایگانه. از اون چنلی که تو کانال گذاشتم میتونید استفاده کنید. امیدوارم به دردتون خورده باشه. هر گونه سوال داشتین تو کامنت ها بپرسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، فقط 3 ثانیه از وقتتون میگیره ولی برای من خیلی با ارزشه. خیلی ممنون. خداحافظ.